ما قناون خشک نداریم که دختر کار رو بتون بخورن. نه که خاله جان گیرن خدا. زیادی اولادای مردم شهید هستن، جگرم خون میشه، دلم در میگه. بدنم پاش درد میشه، تصریف گیریان کنم میره، هیچ مالکم نمیکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم در خانه یکی از مادران بزرگوار قرار داریم، کسی که زندگی سخت و طاقت فرسا اینا پشت سر میگذرانن. ما 5 تا دخترکای مثلا این شوهرم است، خودم هستم. ما سابق ما خودم میرفتم در خانه‌های مردم کار میکردم، کالاشویی میکردم، زحمت میکشیم، یک پول یک چند روپیه دست میآوردم به می اولادایم، میآوردم یک نان خشک یک چیز میشه. کار کس نمیته، میکشیم از خانه‌های خود. میگم ما خودمون چیز به خوردن نداریم، شما رو چی بتیم بری دیگه. کار غریبی نیست، پیسه نیست.